میدونستید ممکنه ساعتها درس بخونید ولی تا فردا نزدیک 70% یادتون رفته باشه. آره واقعا ناامید کننده است. ولی تقصیر شما نیست. مغز ما طوری ساخته شده که اطلاعاتی که استفاده نمی‌کنیم رو پاک میکنه. اما یه نکته جالب، در ژاپن دانش آموزها بیش از 2000 کاراکتر کانجی رو حفظ میکنن و تا آخر عمرشون یادشون میمونه. پس رازشون چیه؟ چرا فراموش میکنیم؟ روش‌های سنتی مطالعه مثل خوندن دوباره، هایلایت کردن یا پاراگراف‌ها به مغز ما مثل صدای پس زمینه میمونه. مغز توجهش رو از دست میده و اطلاعات رو پاک میکنه. این یه پدیده علمی به اسم منحنی فراموشی هست. تا 24 ساعت بیشتر مطالب رو فراموش میکنیم. تا روز سوم فقط چند تا رد ازش باقی میمونه. راز ژاپنی‌ها، مطالعه هوشمندانه نه سخت‌تر. اونها فقط روش مطالعهشون رو تغییر دادن، نه اینکه بیشتر بخونن. در ادامه 5 تکنیک علمی و اثبات شده رو بهتون معرفی میکنم که بیشتر ژاپنی‌های قرن ازش استفاده میکنن. بازیابی فعال، روش سامورایی حافظه. اکثر افراد روی ورودی تمرکز میکنن، مطالعه، دیدن و هایلایت. اما حافظه با خروجی قوی میشه. یعنی هر بار که مجبورید چیزی رو از ذهن خودتون بیرون بکشید، مسیرهای مغز قوی‌تر میشن. چطور تمرین کنیم؟ کتاب رو ببندید، یه برگه خالی بردارید و همه چیزی رو که یاد گرفتید بنویسید. سختی و تلاش برای یادآوری یعنی مغز شما قوی‌تر میشه. روش کومان، یادگیری گام به گام. اطلاعات رو به قطعات کوچیک و قابل مدیریت تقسیم کنید. هر روز یه مقدار کوچیک رو یاد بگیرید تا به مرور ذهنی شما تثبیت بشه. مثل چیزهایی که جیمز کلیر در کتاب اتمیک هابیتس میگه. پیشرفت‌های کوچیک روزانه در طول زمان انفجاری میشن. مرور فاصله دار، باغبانی مغز. مطالب رو همون لحظه‌ای که ممکنه فراموش بشن مرور کنید. برنامه پیشنهادی 24 ساعت بعد، 72 ساعت بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد. هر بار مرور حافظه شما قوی‌تر و پایدارتر میشه. کایزن، بهبود 1% روزانه. ژاپنی‌ها به جای شب امتحان همه چیز رو یاد گرفتن. هر روز یک قدم کوچیک رو بهبود میدن. مثال تمرین 6 دقیقه‌ای. 2 دقیقه بازیابی فعال، 2 دقیقه مرور فاصله دار، 2 دقیقه تمرین متمرکز. نتیجه بدون استرس و بدون خستگی. به مرور استاد میشید. سئو، هنر تمرکز عمیق. ژاپنی‌ها وقتی تمرکز کامل دارن وارد حالت سئو میشن. چطور تمرکز کنید؟ یه فضای مطالعه مخصوص داشته باشید. هاوس پارتی ها رو حذف کنید، یه آیین کوچیک ایجاد کنید، مثلا از یه خودکار خاص استفاده کنید یا شمع روشن کنید. مغز این لحظات رو مهم تشخیص میده و یادگیری راحت تر میشه. نتیجه گیری، یادگیری واقعی نباید سخت باشه. مثلا یادگیری ورزش یا بازی ویدیویی، تمرین کنید، اشتباه کنید، اصلاح کنید و بهتر شید. حالا انتخاب با شماست. برگردید به روش قدیمی و فراموشی یا از روش‌های ژاپنی استفاده کنید و باهوشانه یاد بگیرید. اگه یکی از این تکنیک ها رو امتحان کردید، توی کامنت ها بهم بگید کدومش بهتر جواب داد. فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید تا نکات بیشتر درباره بهره‌وری و موفقیت براتون بذارم.